حالا این بس این خانه گفته نمیشه چطور؟ دیگه این تالاریه. این دقیقا تالاریه. همون جوانای سرشوقی افغانی ما شما خیلی دوست دارن که گردی هم دوستا و رفیقا اینجا بشینن، بالاخره به اصطلاح وطنی بگم گرین کنن ها. دیگه حساب برقی و اونال شهری هم داره، چامیق هم داره، حساب گازکشی همه چیزی هست. باز خودشان نقضی کم بین. فقط همیته که گفتم من فقط همی رنگ کابینی توسی و سفیده دیگه مشخصات بیننده های عزیز سلام و وقت شما بخیر. امروز با همکارم تصمیم گرفتم که یکی از خانه های مجلل و عالی و قیمتی هم چندان بالای نیست خوبه همون را انتخاب کردیم که به تصویر بکشیم. جاده ابریشم ولایت هرات ناحیه هفتم. بریم این ساختمان رو ببینیم در کل که با چه شکل و با چه انجینری ساخته شده. ذره به ذره رو به تصویر میکشیم و همراه صاحب خانه اصلی که او را به فروش گذاشته صحبت هایی می داشته باشیم. با ما همراه باشین. سلام. وقت بخیر. خوبین؟ صحت خوب؟ تشکر. بیننده‌های عزیز داخل ساختمان میشیم و ببینیم که در هرات جان چی یک ساختمانای برای فروش است. در کل صاحب خانه قراره که کلا این ساختمان توضیح بدن با ما. اولی که خیلی خوش آمدیم. این زیرزمینی داره برای انبری، دیگه حساب برقی و اونال شهری هم داره، چامیق هم داره، حساب گازکشی همه چیزی هست. باز خودشان نقضی کم بین. خیلی خوب. این به اصطلاح میتونیم بگیم پارکینگ هم میتونه باشه، درسته؟ پارکینگ داره. جا دو موتر 3 طبقه 140 متر بناده. پارکینگ بعدی به اون طرفه. بله، حتما به تصویر میکشیم. در این قسمت دیگه بر اساس مو فرهنگ و کلتور افغانستان که شکاخر کشیدیم و قراره که بریم به منزلی اولی. طبقی که در تصویر میبینیم همه چیز مجهزه، کوشیکاری، سیستم دکوریشن خانه. در این اتاق اول قرار داریم که 2 قالین 3x4 میخوره، درسته؟ 2 دونه 3x4 که در کل میشه 12 متر. بسیار مقبول و یک پنجرگکی عالی PVC خیلی مقبول که جاده عام سرک از اینجا میتونیم ما به خوبی تماشا کنیم. روشن، منظم و عالی. و قسمتی این چی هست جان؟ این روشنیدونه برای گازکشی. اینجا هم که برای بخیری وصله میشه پشت. خیلی خوب، یعنی سیستم جور شده. و این هم یک دکوریه که به MDF فکر کنم درست شده، درست؟ همچنان ای جای سیلی. این قسمت که هست به اصطلاح وطنی ما صحبت میکنیم. هم تلویزیون خور میگذاریم اینجا که باز شبکه خندر ببینیم ها. همراه باشین و قراره که سیستم از خانه را در کل به نمایش بگذاریم. در این قسمت فکر کنم سرویس بداشتیه دیگه، درسته؟ بله. این دشویه و این سنگ دشویه و بله. بالاخره هم سیستم هم تو مجهز و آماده. داخل خانه بعدی میشیم. ماشاءالله ماشاءالله. این خانه گفته نمیشه چطور؟ دیگه این تالاریه. این دقیقا تالاریه. همون جوانای سرشوقی افغانی ما شما خیلی دوست دارن که گردی هم دوستا و رفیقا اینجا بشینن، بالاخره به اصطلاح وطنی بگم گرین کنن ها. و با یک دکوریشن کاملا عالی منظم طبقی که شما در تصویر میبینیم که قراره هم به تصویر بکشیم. استاد فکر کنم این قسمت به نام چیز یاد میکنن، یعنی اتاق نیه، دهلیز میشه، درسته؟ داره. بله. خیلی خوب. این دهلیزیه. بله. که در داخل دهلیز یک دکوریشنی اونجا زدین شما. بله. جور کردین برای LCD و تلویزیون اینا، درست؟ بله. قسمتی برای لوازم آرایشی. بله. همچنان در این قسمت خیلی مقبول و عالی یک دکوری برای ازی جور کردن که میتونیم همو وسایل یا ظروف اینا رو اینجا به شکلی مقبول اینجا بگذاریم تا نمایش بهتری داده شود. در رو به روی ما که هسته آشپزخانه قرار داره که صاحب خانه
قرار توضیح بده که با چی طرحی جور شده، از چی جنس؟ دیگه چیزی که مشاهده میکنیم ترا ترکیه دوبلکس بدون دستگیره شده دیگه. او نل شهری خورم هر طبقه وصل او چامق هم داره، 44 چامق داره. خود از ساختمان چا داره درست؟ بله خیلی چامق داره، هم او نل شهری داره. خیلی خوب. دیگه اینا همه چیزی به قسم مصرف ما نشدم، به خود ساخته بودم. خیلی خوب. این هم قسمت های الماری و نکمی وسایل آشپزخانه در اینجا گذاشته میشه. خیلی ممنون. خیلی خوب. اینجا قسمت گلخانه درست؟ طبق پایین ها. خیلی خوب. و اون طرفی هم که هست بازم مربوط آشپزخانه میشه و قسمتی قهوه و چای و بالاخره هر کس بر اساس سلیقه خاص استفاده میکنه. همچنان در داخل از دهلیز که آشپزخانه بود، در قسمت بعدی و یک سرویس بهداشتی بسیار عالی داریم، حمامه درست؟ در این قسمت بازم دستشوی داریم و منظم، همه چیز عیار. میشه به تصویر بکشیم. حمام بسیار مقبول حمامیه. تمام وسایل ضروری حمام در اینجا هست و میتونیم درست اینجا به اصطلاح کمکی از بطنی خارج شویم شاور بگیریم. و در داخل دهلیز باز هم یک اتاق دیگه هم هست درست؟ خب که هست میمانایی که نباید به تصویر کشیده شود، ولی یک اتاق صدرچاریه درسته؟ یک اتاق صدرچاریه منظم با یک دکورشن عالی، فقط به خاطر که خانه نشیمنده و فعلا در داخل از زندگی میکنن مو کلگی رفتن داخل. خب سیم دوربین تمام طبقات کشکری، سیم وای فای داره، همینجوری سیستمی برقی در کل از آنتن و وای فای و کامرا و تمام زنگ و همه چیز اینجا منظم. خیلی خوب. و این مربوط دروازه میشه درست؟ بله. کل سیستم همونطور مجهز آماده، دروازه زنگ بخوره. بله. با ما همراه باشین بیننده‌های عزیز و میریم به طبقه یا منزلی دوم سوم درسته؟ بیننده‌های عزیز به منزل بعدی قرار گرفتیم و صاحب خانه توضیح میده. طبقه سوم یم عین شک طبقه دوم همون دو قلین میخوره، 24 متره. بله 24 متره. سرویسی و پس همون عین طبقه دوم. فقط چیزی که اینجا تغییر کرده حساب رویز سقف و رنگ کابینیت توسی شده، دیگه هیچی فرق نمیکنه. همه در کل مسئله منزل پایین طبقه دوم. دقیقاً. طبق اول که راه جدایه، او پارکینی داره، او ایمی دو طبق یک دروازه داره، جا موتر داره. فقط همیته که گفتم من فقط همی رنگ کابینیت توسی و سفیده دیگه مشخصات شکلی. بله منزل در کل فوت طبق دوم یعنی میتونیم از و دقیقاً همو اتاقی که در پایین قلف بود این شکل از اینه درسته؟ که یک اتاقی صدرچاریه و با یک دکورشن بسیار مقبولی، فضای آرامی جور شده. همچنان آشپزخانه عین شکل با مو سیستم پایین فقط با رنگی تغییر کرده. همچنان اینجا هم یک سرویسی داره، حمام و دستشوی و LCD از این باز فکر کنم به اون طرف می باشه. خیلی مقبول و عالی. قراره به سمت پشت بام بریم درسته؟ پشت بام بریم خوش ما ببینیم که چه قسم فضا. ما به پشت بام قرار داریم و آمدیم که از این صحنه هم یک ویدیویی داشته باشیم که استاد توضیح میده. اینا میته که مشاهده میکنیم کلا قلگونی شده، کف و دیوارای از هر دو طرف ایزگام شده، همگی باز سرامیک کار کردیم که او نزنه دیگه. به وقت گلالک و فصل نیه دیگه خزانه کلا نمیته. خیلی بخچا فکس داره، یکی اینجا یکی اونی بره دور پشت بوم. این هم لولا واکش که طبقه پایین کلا بیامده سیستم میته تیت شد. بیننده‌های عزیز طبقه دوم و سوم پارکینگ جداگانه و همچنان دروازه جداگانه داشت طبقی که در تصویر دیدیم. اکنون قراره بریم به طبقه همکف و ببینیم که او چه قسم پارکینگ داره و چه یک دیزاینی داره. فکر کنم امین راه درست است. بریم ببینیم که در اینجا چه قسم انجینری شده و دیکور داره. خیلی عالی. اینجا هم داخل از پارکینگ از به اندازه یک موتر جای هست و یک دروازه بسیار
مقبول و سفید و فکر کنم یک اتاق همینه درسته؟ 3 در 4 درست؟ بله 12 12 متر. بله خیلی 12 متر. طبقی که شما به تصویر میبینیم هم که داخل میشیم پارکینگ و یک اتاق 3 در 4. بعد ادامه میدیم ببینیم که در این قسمت بازم حمام منظم و پشت حمام هم جای برای بارهای اضافی چیزی که داشته باشیم میشه اینجا اضافه کنیم. در این قسمت بازم به شکل دهلیز و یا در کل یک دهلیز جور شده که در این دهلیز بازم توضیح میدن استاد. یک اتاق 12 متری عین شکل دیگه به شما بگم همین سیستم کابینت و اونال شهری و حساب کتابی رو برای فقط اینجا به پایین یک گلخونه داریم ما. خیلی خوب. یعنی که یک خوبی داره که باز دروازه هم تا پایین شیشه داره که باز به فصل گل دید داره تدلیز هم دید داره گلا. این قسمت گلخانه بله اونم نقاشی شده. خیلی خیلی به یک رقمک شوقی هم معلوم میشه اینجا پرندگکای داری چی تو؟ بله. همراهان عزیز، طبقی که در اول گفتم در جاده ابریشم ولایت هرات ناحیه هفتم این ساختمانی بود که در کل به تصویر کشیدیم و در اینجا کوچه 8 متره هم داره منظم و هیچ کمبودی ما خود در این ساختمان اساس نکردم و اکنون کنار صاحب خانه قرار دارم. باش که بریم روی سوالات اقتصادی و ببینیم که چقدر قیمت داره و جرامدی چه قسمه، اگر قرار بزی باشه که ساختمان من بخرم به چند به ما خواه دادن. چطور استاد؟ خیلی بینیم اول که اگه خود شما بخرین قابل شما نداره. قربان شما بسیار هدیه بزرگه، مقصد میفهم شوخی میکنه دیگه نه انشالله خود ما ساخته بدیم. خب دیگه ما تجربه 22 ساله بود می کار ساخته سازیم. دیگه این خونه 140 متر که گفتم بنا داره، خب با مو درست کار شده. 140 متر زمینی 140 متر زمین داره، 2 پارکینگ داره. دیگه به بیترین موقعیت، بیترین همسایه، خیلی جا فکسیه. دیگه نصیب کدی برادر باشه. ایره چند قیمت کردن استاد جان؟ ایره جلالا 58 لک. 58 لک. یعنی فرض مثال اگر یک آشنای باشه، خب دوستی صمیمی هم باشه، دل شما مسته باشه که میسرا رو وضو بدین، آخری به چند میدین؟ هیراتیم دیگه چه نخوام گره بزنیم. 55 لک. 55 لک. فقط همین زمین مال 30 لک قیمت یعنی. 55 لک. بله. دوستان عزیز، کسانی که 55 لک افغانی مد نظر داره ساختمان بگیره و اگه چنین ساختمان مد نظر داره فکر کنم بهترین آپشن برای از اونها هست. ای بود برنامه ما که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.